بلوچ اونا گونه شدی. تنها راهش اینه بدونیم سیاهچم کجا. سیاهچم هر دوشنبه اینجاست. هر چیز رو زندگی تا گجنگ و خشونت تا به دست آوردم. دیگه راه و روشم بلند نم. حقت قبلی که ترا کشین اول تی عزیزانه کشتنو تا مثل نیت زاجر کشتنه ولی حیف که باز خوش شانسه. تا اگه فکر کنه گونی کشته نتی مشکلو مسئله علبی هیچ موردی نداره این گروه موضوع پس نکش. ولیم به والله قسم سیاهچم من اصلا آگاهیت نداری. باور کن نزنی چه قضیه و چیزی. شک مکن که ترا کشی. تو تی ناکومه یارا و تی لوگا کشه چونی بلوچی؟ شیسه گلوله اول اشتون پتا دیرو زود داری ولی سوخت و سوز نداری وام تی مارک شنید استه. با گوت مواظب باش. کجا اون 3 ساعته چه 6 ساعت؟ تموم شد. آدینا بلند شو بریم بابا یه ساعت ما مسخره توییم. بپوش مامان کفشاتو. یه لحظه وایسی بابا. همش تو این زندگی کارم تازه کردی. بپوش مامان بریم. الو چشم ازش فر نداره. همین الان خودمو میرسونم. احمد کجا داری میری؟ باید برم. غذا درست کردم من. بگی بیم کلا این فرش خونه رو عوض کنیم. اگه زنده بودم برمیگردم. زنده برمیگردی یا؟ باش. سلام زنده داشت خوبی؟ سلام خانم. زحمت کشیدی. خواهش میکنم دارو مادر سر موقع بهش میدی؟ آره نگران نباش داروهاشو به موقع میدم بهش. باش. فقط تونستی پیداش کنی؟ پیداش میکنم. زیر سنگم باشه پیداش میکنم. فقط مراقب خودت باش پلیسا همش میان و میرن. دنبالتن. شکدین قاتل اویل کنن چسبن به دغداره. قاتل پیدا کنه ولی قبلی باید تی جلو اگرم. باشه مشکل نداره ولی قبل بعد محمد یک درس دهیم. پس لوتر دیگه اونه بریچه نه؟ تمام کسی هچه. تمام کنیم. ولی باید و تبراسه بیرا گیریم. مشکل توی این که بلوچ اصلا تا هسته دکانی که مردم اگر یعنی یک اشتباه کنن یا مسئله پرای پیشکه آدگاه وارد سواد که حالا تشویق میکنند و جلوگیری کنند. تا نگه بوتین مردم کشته. من یک پیغامی برای قاتل دارین. ای کسی که تا داره ایلوته ای قتلا به وجود بیاره آیا تای فکرها کرتگه که تای خانواده را نابود کنه؟ تای فکرها کرتگه که تا شخصات به قتل رسینه چین که یتیم شایی بازمانده مانید؟ بسته یونس تا کدی گلوت مردم بکشه. محمد کشی. یونس تا زانه که محمد بیگناه. محمد مال تا چار کنی دیما راست محمد باید کشته بینا مردم شگاه میکنن. بسته کاش که ما دوشنبه روچت را کشتنون. شنبه روچه همون وقت خالیه. بیا من کشه بیاری. یک مشکل اساسی که مشمه منطقه تحسن ایش انت که مشمه جوان متاسفانه نزاع و جنگ و جیره شیدگه جنگیشتر انت. گو نزاع و جنگ و جیره شما تمام
بوتید مجلس این تا چی جوړ تا چی شای به وجود تا بجز ناراحتیه بجز تنفره هر جایی که جنگ بود هر جایی که جیره بود مشما متاسفانه نه پیشرفت کردن نه ترقی داشته نه توسعه داشته جنگ و جیره علاس کنید هم دیگه را بغل کنید و علاس کنید هر چی تنفر انت هر چی جنگ انت هر چی جیره و شدو بعد تلاش کنید که انشالله طایفه تا هم دیگه را هوا گیشتر داشته به تو توسعه و پیشرفت انشالله په مشما منطقه به مقام بیاره الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين برحمتك جزاكم الله خير خدا شما را خیر داد محمد جان ان شاء الله به خوشی و سلامتی تمام بود بله کاکا متواظبه ان شاء الله چشم چمان سرت خیال راحت بی بشان منطقه دیگه نرو ان شاء الله چشم چمان خیال راحت بی بشان شر مردم ممکن کار کنن باشه چشم وقتی ما پس بیرو که کبر لیاز کنن چمان سر کاکا تشبیه ليش مجموعه گردشگری بام زاهدان شما را به ادامه دیدن این فیلم دعوت می‌کنند. من دوست دارم وقتی بزرگ شدم نوازنده بشم. چی؟ چی میخوای بشی؟ نوازنده. دختر کارگاه میخواد نوازنده بشه. خود دیدی من الان نوازندم به کجا رسیدم؟ واقعا؟ نه شوخی کردم. ببین آدرینا اگه میخوای تو زندگیت به اون چیزی که میخوای برسی به حرفای منفی هیچ کسی گوش نکن. بهت قول میدم موفق میشی تو زندگی. من تو خودت به آرزوات رسیدی. نه خب من که یه آدم احمقم دیگه. اصلا عموی من احمق نیست. خانم سنگین این پرونده های جنایی رو برمی‌داری می‌بری تو بخش بایگانی. خب چه کار کنم؟ واقعا من نمیدونم تو چجوری اینجا استخدام شدی. من با پول و پارتی و ثروت فراوون. متاسف نباش. یا این مسخره بازی پاشو برو موافق میخواد خفیلی رو به کشتن بده. من شما نمیگم قربان. من وقت این مسخره بازی ها رو ندارم. خانم گردوی شما نمیای؟ تو چی؟ من اصلا نه. خب با به داد رنگیات بیا. سلام مامان. عجب کباب خوشمزه بود چی؟ رازجان یک 4 سیخ برده پیش با ما بیر آتگون تیا برانه بوش کنه کجا ما بر؟ یونسان نو وقت مسخره بازی نه زندگی اواوه تا نگس بونگبتا در به در و آواره بوده گوته در دلوپی دا غذا آوره چیه شه محمد گس چی؟ من چون کردم من چیه باید بتا توضیح دهیم؟ راستشن واقعا هم راستشن کسی که ذات داشته بیاد تا دشمنی تا اون یک آدم بزرگواره ولی کسی که ذات ما داشته بی دوستی تا اون یک آدم لجنی محمد به خدا من مقصر نهاتم هوا تو تراگب قرارت فقط تروس سیننی من نزن تو یک لحظه چون بود باز نمرده نه کشنتا گیده که ده پولیس ندستا چرت تو پرتشه یونس مگه تو وقت با من زنگ نشد بیاده باز نمرده نه چرت تو دی خاطر این که کجا بری؟ برا فقط گاز ده برا نی موتور کشتر گازا نوا ما سبقان نو ناگره من کفین زندان مسخره بازی در مرد من تپندگه گوته گشتر نه اونجا تنی سرای تا پاس مکه بیوتی تا پابنده راسته سریبه نبات باخ پرترامن ناولا کی مکه ولا کی مکه نه سریبه
من واقعا کم آوردم. قصه نخور پسرم، خدا بزرگه، انشالله درست میشه. آقای بامیدی راستشو بخوایم ما چند روز پیش خونم آتیش گرفتیم. الان هم دنبال یه خونه جدید میگشتیم. تا چقدر میتونین جور کنین براتون یه خونه جدید پیدا کنیم؟ تا 1 تومن میتونیم. مامان 1 تومن از کجا قصه بیارم؟ نخور پسرم، تنها بفروشیم. نه مامان درست میشه. آره 1 تومن. آخه با 1 تومن که نمیشه خونه جدید خرید، مگر اینکه ما خونه قبلیتون رو همین جوری که هست بفروشیم که به نفعتون نیست، یا اینی که اونو بازسازی کنیم بعد براتون بفروشیم، یا اینی که با همین 1 تومنی که داریم یه خونه جدید براتون پیش خرید کنیم که بعد بتونید با فروش اون خونه قبلی الباقی پولشو بدید. آقای بامیدی ما یه مشورتی با هم دیگه میکنیم میرسیم خدمت شما. در خدمتتون هستم. سلامت موفق باشید. مامان آرزومون رو میبینی؟ کاش بابا زنده بود. درست میشه پسرم، قصه نخور. یه کاران تا خراب کرده. اصلا قرار نه تیرن کنه. فقط لوټیدن تر اوسه نه نشي. سکه چون کرده نه بدبخت کرده. حتی محمدم ناویل کرده. من غیر شد دیگه کس سر نداری.